من اولین بار طعم درآمد اینترنتی را در سال 1999 چشیدم. آن زمان یک پسر بچه بازیگوش 14 ساله بودم که فقط کمی از کامپیوتر سر در می آوردم و توانسته بودم HTML را با شرکت در تالارهای گفتگوی آنلاین متعدد یاد بگیرم. سپس یک وبسایت ساختم و چندین بازی در آن قرار دادم. اطلاعات مربوط به بازی‌ها را جمع‌آوری کردم، برایشان چند عکس گرفتم و قابلیت دانلود و گرفتن کدهای تقلب آنها را برای کاربران فراهم کردم. تا جایی که به خاطر دارم روزانه 25 بازدید به وبسایتم داشتم. علاوه بر این بنرهای تبلیغاتی متنوعی در سایتم قرار داده بودم. طولی نکشید که وبسایت کوچکم توانست ماهانه $2500 درآمد حاصل از تبلیغات کسب کند که پول خیلی خوبی برای یک پسر